سلام، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی کانال من. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع بشه. این پوزیشنیه که من روزی که ترامپ سخنرانی داشت گرفتم. الان میخوام دیدگاه براتون به اشتراک بذارم که چرا من این بایو گرفتم. خب قبل از سخنرانی اینجا ما میبینیم که یک حرکت فیک رو به بالایی داشتیم. حالا چرا میگم فیک رو به بالا؟ چون که این ولوما خیلی کم بوده حجمشون و اینجا به اصطلاح یک منیپولیشنی صورت گرفته که افراد گول بخورن که اینجا بای بگیرن و بعد قیمت ریخته و استاپ اونا زده شده. استاپ کسایی که اینجا باید دادن زده شده. خب. سخنرانی ترامپ ساعت 10:30 شب بود که میشه اینجا. خب همینطور میبینیم قیمت یه حرکتی رو به بالایی داشته. همه هم انتظار داشتن که ترامپ بیاد و از ارزهای دیجیتال حمایت کنه. همینطور هم شد. پس با شروع شدن سخنرانی اینجا یک حرکت فیک رو به بالا زد و افراد گول خوردن و دوباره اینجا بای گرفتن و قیمت یه اصلاح زد و استاپ کسایی که اینجا بای گرفته بودن رو زد. حالا اگه به تایم فریم 15 دقیقه بریم میبینیم که بعد از زدن استاپ کسایی که اینجا بای گرفته بودن قیمت رو به بالا رفته. داخل تایم فریم 15 دقیقه ما اینجا یک سطح می‌بینیم که نقدینگی داره، این کف و این کف. خب اگه به تایم فریم یه سطح بریم میبینیم که اینجا یک اوردر بلاک وجود داشته که بعد از زدن نقدینگی این کف و این کف خورده به این اوردر بلاک و حالا اوردر بلاک کسایی که اسمارت مانی کار میکنن میدوننشه و قیمت رفته بالا. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید لایک و کامنت بذارید تا بازم از این تحلیلا بذارم.